سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ امروز تو جدیدترین ویدیوی مستر بیست جیمی دوباره یه تله اسکوید گیمی ساخته و 100 نفر رو انداخته توش تا به فنا برن و شما ببینین و لذت ببرید. بریم سراغ ویدیو. چشمنداتون رو بردارید، من 100 نفر رو توی بزرگترین تله دنیا گیر انداختم. شروع کنید. و این تازه یکی از 5 تا تله خفنمونه، مثل این منطقه جنگی پینتبال و این دستگاه چرخش پشم ریزون. همه اینا طراحی شدن تا دهن این شرکت کننده ها رو سرویس کنن. برنده این جایزه $100,000 گیرش میاد. نولان جایزه رو نجات بده. البته این سیخا واقعی نیستن، ولی خب به نفعتونه فکر کنید واقعی‌این و سریع خودتون رو نجات بدید، چون اگه به موقع خودتون رو آزاد نکنید سقف میاد روتون و از رقابت حذف میشید. زود باشید، سقف داره بهتون میرسه. ببینیم کی اول آزاد میشه. زود باشید، برید. برو. آده دیگه بوجو. وقتتون داره تموم میشه، زود باشید. بازی تموم شد. 49 نفر از شما حذف شدید و 51 نفرم رفتن ادامه. 4 تله دیگه باقی مونده و بعدیش قراره قشنگ شمشیر رو از رو بسته، یعنی مثلا 20 ثانیه اول ویدیو 49 نفر حذف شدن. ادامه 4 تله دیگه باقی مونده و بعدیش قراره تشتکتون رو بپرونه. دیگه زده به سینا. به تله شماره 2 خوش اومدی. شما در حال حاضر توی زمین پینتبال گیر افتادید. 20 نفر اولی که بتونن از این منطقه جنگی رد بشن میتونن برن ادامه مسابقه. یکم زیادی خوشحال نیستید؟ این همه سیبیل تفنگ به دست اینجاست. نه بابا، من جاتون بودم میترسیدم، چون حتی اگه یه دونه تیر بهتون بخوره از بازی حذف میشید. در این عمره هم بتونم منو بزنم. منم سری پشت سرش میدونم. تو این بازی ها ما هم اسلحه داریم، ولی الان چون دست خالی هستیم حس بدیه. و نکته آخر، وقتی چراغ سبز روشنه شلیکا متوقف میشه. خب خوبه. پس اگه من جاتون بودم حواسم به این نکته بود. موفق باشید. خودم اول از همه اون ور. دقیقاً فاز اسکوید گیمیه با یه پیچش داستانی مخصوص خودش. همون چراغ سبز، چراغ قرمزه، مونتا به جای اون عروسکه تیراندازای پینتبالن. پس اگه من جاتون بودم حواسم به این نکته بود. موفق باشید. خودم اول از همه اون ور خطم. بزن برم. فقط بس جا خالی بدیم. شماره 4 این شماره رو یادتون بمونه. شرکت کننده های عزیز حاضرید؟ خیلی خوب. 3 2 1 برید. خیلی خب شروع شد. رسما میدون جنگه. ای خدا اونو ببین. آخ یه نفر خورد. یکی دیگه. بستنشون به رگبار. لطفاً آمون بدین، اینجوری که نمیشه تو کوکو. یکیشون دارن حذف میشن. فکر کنم بتونم رد شم. یکی دیگه هم تیر خورده حذف شد. هم از این در به عنوان ستاره استفاده بچه کنم. ها خلاقیت زدن، ولی متاسفانه جواب نداد. ببین یارو رفته پشت ون قایم ما شد. باید بریم. اینا عجب دل و جرأتی وقتی چراغ دارن. سبز شد همه بوده سمت خط پایان. تصب نشه تکون نمی‌خوره. خب آتش بس. چراغ سبزه. بریم بجنبیم. بریم به سمت خط پایان. 2 نفر رفتن واسه خط پایان. ایول رد شد. وای نه، دومی تیر خورد. 19 جای خالی باقی مونده و با اینکه یه نفر موفق شده هنوز بقیه راه زیادی دارن. آی چقدر آدم اینجاست. یکی دیگه هم تیر خورد. هیچ کدومشون در امان نیستن. داداش برنامه چیه؟ اول سبز شد میدون. یه پتو پیدا کردم. بریم. بابا پوشش استفاده میکنن. بزن تیراندازو پرت کردم. بیاین دارن میرسن. آفرین. آی خدا یکیشون تیر خورد. ایول جاتمه. چه عالمه آدم رسیده. ای به خشکی شانس تو رو زدنت داداش، ولی آبجیمون سالم رسیده. تا اینجا 10 نفر رسیدن و فقط 10 جای خالی دیگه مونده. بچه ها وایسادن فایده نداره، برید دیگه. دوباره چراغ سبز شد، از فرصت استفاده کنید. حسابشونو برسه. چه تیر بارونیه. بقیه هنوز زیر رگبارن. 13 تاتون هنوز تو بازی هستید و فقط 5 جای خالی مونده. بیشترشون قایم شدن پشت ونه. بدجوری گیر افتادن و فقط جا واسه 5 نفر هست. آتش بس شد. برید.
همه شروع کردم به دویدن. این آخرین فرصتتونه، هر جوری شده خودتون رو برسونید. ایول. فقط 4 نفر دیگه. 1 2 یعنی 3 نفر آخر کی میشه؟ مال خودمه. اصلا رد شد. جا مال خودمونه. تبریکات ویژه، شما به 20 نفر برتر راه پیدا کردید. آره بریم متره کنیم. اما نکته اینجاست، ببینید رو چه رنگی وایسادید. اون کاشی رنگی که روش وایسادید بسیار مهمه. وای نه. حالا بعداً توضیح میدم. بریم تله سوم. ای بازم بریم. قشنگ مثل داستان 20 گیمز داره بازیو پیش میبره، یعنی 80% تو همون 2 تا تله اول حذف شدن و میخواد تمرکزشو بذاره رو اون 20 نفر آخر و داستان سرایی روی این شخصیت ها، درست مثل 20 گیمز. آی نه. حالا بعداً توضیح میدم. بریم تله سوم. ای بازم بریم. همگی چشم‌بنداتون رو در بیارید. به تله شماره 3 خوش اومدید. هنوز 20 نفر باقی مونده ولی فقط 1 نفر میتونه این جایزه طلایی $100,000 رو ببره. خب ما اینجا یه جور پل داریم که از طناب ساخته شده. به نظر باید چی کار کنی؟ ازش رد چی؟ بهتون توضیح میدم که تله سوم چیه. اول باید کاپیتان انتخاب کنید و 4 نفر دیگه هم خودشونو با دستبند ببندن به اون سکوهایی که اونجا. استیو تو کاپیتان شو. اگه حس میکنی اوضاع ردیفه منم 100% پایتم. خب خوش تیپا کاپیتان کیه؟ استیو بلنگای صورتی رو عشق بریم تو کارش اون هم اشکولیه. سرسخته، هم زورش زیاده، هم آدم با معرفتی. آره آتش نشانا همه من اینطوری. مطمئنم کاپیتان خوبی. من مشکلی ندارم تو کاپیتان بشی، میدونم کارت درست. ممنون، همه تلاشمو میکنم. من کاپیتان شدم ولی به خاطر قدم نبوده. من تحت فشار خوب عمل میکنم. بریم 1 2 3 هر وقت حاضر بودید دستبنده رو به خودتون ببندید. یه راه برگشتی نی؟ این یه بازی ساده است. اگه بتونید به سکوی وسط برسید و با دستبند خودتون رو به یکی از 12 جایگاه ببندید میتونید برید مرحله بعدی. ولی برای رسیدن به سکوی وسط کاپیتانا باید براتون پل بسازن. اگه بتونی بدون افتادن برسی به سکوی وسط میتونی به خودت دستبند بزنی، یا میتونی یکی از این 12 کلیدو برداری و برگردی و یکی از همتیمیاتو آزاد کنی. به محض اینکه 12 نفر به سکوی وسط برسن بازی تموم میشه و اگه جا بمونی حذف میشی. بیشتر از همه نگرانه اینم که نتونم همه هم تیمیامو رد کنم. اینطوری به نظرم خیلی حذف ما میشن. تا اینجا رسیدیم. آره ممکنه موفق بشی. قطعا موفق میشی. من کاملا بهت اعتماد دارم داده. مطمئنم رافی ناامیدم نمیکنه. بقای تک تک اعضای تیمتون در دست شماست کاپیتانا. شما تصمیم میگیرید که کی ادامه بده و کی از بازی حذف بشه. آره 3 2 1 شروع کنید. پلتون رو بسازید. هر تیم فقط 5 تخته داره و اگه یکیش بیفته از بین میری. ای عجله نکن، آروم. تیم سبز چه تلاشی میکنه ولی نارنجی ها هنوز یه دونه هم جا داری نزدن. عالی پیش ببین میری. نداره از پسش کارش برمیاد. هوشمندانه است. چوب عمودی میگیره بقیه رو هل میده. آره تو هم همونطوری برو. خب همشون رو جا زدی، حالا برنامه چیه؟ خب یه سر رد شم. این پل خیلی بلنده ها، تخت هم زیاد نداری، حواست باشه اگه بیفتی کل تیمت به فنا است. از پسش برمیاد. از همه جلوتری، زود باش. تو میتونی تامرا، آفرین. همینطوری برو جلو. تیم سبز اولین تیمیه که رسید به سکو. حالا سوال اینجاست که آیا به خودش دستبند میزنه و بردشو تضمین میکنه یا یکی از این 12 کلیدو ور میداره و دوباره برای تیمش برمیگرده. اولین کلیدو برداشت، آفرین، برو. یعنی کدوم یکی از اعضای تیمشو اول نجات میده؟ 20 بازیکن و فقط 12 جایگاه. باید سرعتتون رو بیشتر کنید بچه‌ها، همه دیگه دارن رد میشن. عجله نکن، آروم با احتیاط. برگرده اولیو برداره. داری عالی پیش میری. چه استراتژی سبز خوب بود، یعنی رفت اولین کلیدم برگشت و داره برمیگرده، بقیه حتی نتونستن برسن. باریکلا بابا. عجله نکن، آروم با احتیاط. برگرده اولیو برداره. داری عالی پیش میری استیو، کارت حرف نداره. آروم پیش برو داداش، اگه بیفتی کارت تمومه. زنده باد تیم صورتی. آفرین استیو، کارت درسته. تیم سبز داره اولین هم تیمیشو باز میکنه. زود باش، بازش کن. بیا. برنامه کاپیتان تیم سبز اینه که اول دست همه رو باز کنه و بعد از پل بگذره. اینجوری میتونه کلیدای بیشتری بیاره بدون اینکه تو دست و پای همدیگه باشن. سعی کن تعادل تو حفظ کنی. یکم از بقیه عقب افتادی ها.
وای تیم سبز اومد کلید دومش هم برداره. بعد نارنجی تازه رسیده. بچه‌ها دارید عقب میافتید. حالا هر کاپیتان یک کلید داره ولی یادتون باشه که فقط 12 جایگاه این وسطه و شما 20 نفری. آفرین. عجله کن زود. آروم باش رفیق نذار ضربان قلبت برجام دیگه. آستین اولین عضو تیم صورتیه که آزاد میشه. حالا میخوان رد شن. آروم عجله نکن. آهسته و پیوسته. آفرین همینجوری برو جلو. صبر کن ببینم اینجوری که راه بسته میشه کاپیتان نمیتونه برگرده. این دقیقاً اتفاقیه که استراتژی تیم سبز ازش دوری میکنه. ای داری عالی پیش میری. تامر کارش حرف نداره. تیم صورتی اولین هم تیمیشون رو رد کردن اما به فناتون تیم داد. صورتی تو مخمسه افتاده. بچه‌ها خدایی شمدی نبود. تیم صورتی اولین جایگاه از 12 تا رو گرفت اما استراتژی تیم سبز باعث شد که کاپیتانشون بتونه از همه بیشتر کلید به دست بیاره. دوباره رفت رو فال. این رفیقمون بدنش حسابی آماده است. واقعا کارش خفنه. اون 3 نفر رو باز کرد قبل از اینکه شما بتونید حتی 2 تا رو باز کنید. بزن بریم. خودت بازش. اونا رو ببین چی کار میکنن. ایدهشون رو ببین. همشون همونجا موندن. اینطوری ببین چقدر سریع پیش میری. الان چیکار کنم؟ برم یا به وایسم؟ نظرم بهتره بذاری استیو کارشو بکنه. کاپیتان تیم آبی برگشت و هم تیمیاشم درست پشت سرش. زود باشید. تیم آبی هم یه جایگاه رو رزرو. تیم سبز داره میترکونه. دیگه کلیدی نمونه. چرا کلیدی نیست؟ یکی پیدا کردم. مطمئنی میخوای تختا رو همینجوری بچینی؟ خود تیم نارنجی و نگاه تو رو خدا شک دارم حتی بتونه دیگه ازش استفاده کنه. تختا خیلی دور شدن. چی؟ بچه‌ها تختا خیلی به دورن. نظر نمیاد برنامه داشته باشه بیاد پیشتون. فکر کنم کارمون ساخته است بچه. برجام بیا بالا. بیا دستم آقا گیلی کشمت فقط بالا. 9 تا جایگاه دیگه مونده. تیم سبز همه رو آزاد کرد. از گفته بودم ابی حالا بیا بریم. کل بچه‌های تیم سبز دارن میان به سمت سکو. به زودی جایگاه پر میشه. تیم سبز زود باش بیا بالا. بجام باید بریم. حسابی حواستون رو جمع کنیم. الان وقت افتادن نیست. خیلی لق شده. وقت تنگ. زود باشین رفقا. بیا رفیق دستمو بگیر. زود باش برو بالا. افتاد. بجام بچه‌ها چاله زود باشید کنین. ای وای توپل خانم افتاد. بچه اگه مثل من توپلید واقعا نباید برید مسابقات مستر بیست. باید قبلش حتما به آمادگی بدنی مناسب برسید و بعد شرکت کنید. همین الان این درس رو گرفتیم. زود باش برو بالا. افتاد. بجام بچه‌ها چاله زود باشید کنین. جایگاه داره پر میشه. میگه چیکار کنم یه راه حل بدیم. هیچی خودت برو تو جایگاه. نمیخواستم شما رو جا بذارم. تو هم برو. بپر. اینطوری که نمیرسم. زود باش بپر دیگه. برام مهم نیست هر جور شده بپر. بیا عقب و بپر. اینقدر دست نکن. فاصلم خیلی زیاده. گرفتیمت. بیا بالا. ممنونم بچه. تموم شد. برام نمیشه. همه یه تیم سبز تونستن موفق بشه. تیم آبی صورتی 3 نفر و تیم نارنجی هم که فقط کاپیتانشون. 2 تا نتیجه کاملا متفاوت. اوضاع خرابه داداش. میدونم باید انتقام تیممو بگیرم و باید کاپیتان تیم سبزو حذف کنم چون الان دیگه تهدید بزرگیه. تامر تو حرف تو نداری. کل تیمتو نجات دادی. آره پای حرفم موندم. درو تو پرم نیست. به تله شماره 4 خوش اومدید. این دیگه چیه؟ واسه این تله به جای توضیح دادن ترجیح میدم که نشونتون بدم. روشنش کن. توی این چالش توی هر دور 3 نفر از شما باید از روی این دستگاه چرخان بپرید و جا خالی برید. اگه بیافتید از بازی حذف میشید. آخرین کسی که سر پا بمونه میره به مرحله آخر. وای پشما. از پسش برمیای. فقط لالو میشه لطفا بیا اینجا. اون یه مشکل پزشکی داره که نمیتونه این کارو انجام بده. بنابراین بهش $5000 میدیم و میفرستیمش برای همتون موفق باشید بچه‌ها. بهتون ایمان دارم. برای بار دوم نیازه که شما یک کاپیتان انتخاب کنید. نه اصرار نکنید. مریضی چیزی داشت بنده خدا. فکر کنم مثلا یه مشکل اسکلتی، دیسک کمری چیزی. آخه یک دلیل دیگه که چرا باید سلامت باشی اگه میخوای تو مسابقات مستر بیست شرکت کنید. نیازه که شما یک کاپیتان انتخاب کنید. نه اصرار نکنید. آره داداش همه رو تنهایی به فنا دادی. تختا خیلی دورن. بابا تیم صورتی رد شده. دستم به بقیه تختا نمیرسه. تامر رهبر گروه سبز بود و همه ما رو رد تیم سبز عشقه.
من شخصا ترجیح میدم کاری کنم که بازی منصفانه پیش بره. اینطوری عالی میشه. اونایی که میخوان تامر کاپیتان بشه دستا بالا. خیلی خوب، تامر همه ی رأیا رو گرفت. حالا لطف کنه و برو روی اون سکویی که اونجاست. بریم تو کارش، یعنی الان برم؟ بیا فرستادم. خدای من. شما تصمیم میگیری که چه بازی بکنی. میتونی بازی استقامت کنی یا مهارت یا در نهایت قدرت. اول بازی رو انتخاب میکنی و بعد 2 نفر که باهات رقابت کنن. آخرین نفری که سر پا بمونه میره ادامه مسابقه. خب بازی تو انتخاب کن. استقامت، مهارت یا قدرت؟ قدرت. تو قدرت رو انتخاب کردی که یعنی تو این چالش باید این جلیقه های وزندار رو بپوشی. 2 تا جلیقه دیگه اینجاست، به کیا بدمشون؟ این 2 نفر رو انتخاب میکنم چون همیشه دنبال چالشم و اگه الان بتونم شکستشون بدم دیگه تو مرحله بعدی بهشون نمیخورم. بایان و استیون. وای، این بازی 4 دور داره که یعنی فقط 4 نفر میرن برای چالش نهایی. برای دور اول این 3 نفر با هم رقابت این میکنن. پسرها خیلی از من جوان‌ترن ولی من تقریبا مطمئنم، نه قطعا مطمئنم که این دورو میبرم. اگه میخواستی ببری نباید منو انتخاب میکرد. همین حرفش نشونه بی تجربگیشه. خیلی خوب. باشه. 3 2 1 بچرخونش. ای وای، با همون اولی نزدیک بود بیفتی. خب تا اینجای کار که همه سر پا. انقدر ادامه میدیم که فقط 1 نفر بمونه. این مسابقه ما رو به 4 نفر نهایی نزدیکتر میکنه. فکر کنم سرعتش هم زیاد. چیزی که به نظر میاد سخت‌تره. هم باید تعادل تو حفظ کنی، هم فضای زیادی نداری. از پسش برمیاد. نفس بکش. استیون داره خسته میشه، ببین کم آورده. وای نه. بلند شو رفیق، بلند شو. بلند شو، بلند شو. ولی نصفیمون مشخص شد. نیار کم دست بیار تامر، تو میتونی. فقط تمرکز کن. میتونی بچون. تامر داداش خسته شدی؟ آره. چقدر دلت میخواد برنده شی؟ ای وای، این یکی خیلی نزدیک بود. وای، سرعتش هم داره زیاد میشه. تازه این جلیقه ها اوضاع رو خیلی سخت‌تر میکنه. تو برنده خودتی. تبریک، شما رسیدی به 4 نفره. واقعا باری کلا که ادعا بکنی از پسش هم بر بیای، بعد هوای همتیمیات هم داشته باشی. تو برنده خودتی. تبریک، شما رسیدی به 4 نفر بعد. تامر واقعا لیاقتش رو داره. قبل از اینکه بیای پایین لطفاً کاپیتان بعدی رو انتخاب کن. انتخابش با توه. تامر. گرفتمت. بیلی رو انتخاب میکنم. اوکی. خیلی خوب، کاپیتان بعدی هم مشخص شد. خب چه بازی؟ استقامت، مهارت یا قدرت؟ مهارت. ما به هر کدوم از شما یک کاسه میدیم که توش 75 توپ پینگ پونگه. در حالی که کاسه ها رو نگه داشتید باید 2 دقیقه دووم بیارید. بعد از پایان زمان کسی که بیشترین توپو داره یا آخرین کسی که سر پا بمونه برنده است. با کیا میری تو دنس؟ سیرافی. معلومه دلش حسابی پره. باید کاپیتان تیم سبز رو حذف کنم. و جولیان. و همتیمی سابقه اوضاع قراره حسابی قاراش میش بشه. بچرخونیدش. وای نه 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 میر از اولی. داداش هنوز 1 دقیقه نشده که. ای وای، ای وای. برنده شد. 10 ثانیه هم طول نکشید. تو 4 تای برتر مبارک باشه. عالی بودی رفیق. بیلی، تو کاپیتان تیم نارنجی و یکی از دوستاتو حذف کرد. حالا باید نفر بعدی که قراره کاپیتان باشه رو انتخاب کنی. آستین. مهارت، قدرت یا استقامت؟ قدرت رو انتخاب میکنم. در برابر کیا؟ جوزف اومد. چرا این 2 تا خانم نه؟ چون از همون اول کار همه گفتیم قراره منصفانه بازی کنیم. اینطوری 2 تا خانم با هم دیگه میرن فینال، منم سر حرفم میمونم. خیلی خوب آقایون، حاضرید؟ آماده این. نه. بچرخونش. تو میتونی آستی. اولی رفتیم شما کلن 5 ثانیه شد. خیلی خوب، شما 2 تا برنامه اسلک رو میشناسی؟ عالیه، چون ما با اسلک تمام ایده های ویدیو هامون رو پیاده سازی میکنیم. حتی همین تله‌ای که الان اینجاست. وای خیلی خفنه. تمام ایده هایی که از ما تو ویدیو ها میبینید در واقع با یه اسلک کانواس برنامه ریزی شده.
میتونم کل روز این کارو بکنم. ما سال هاست که از اسلک برای برنامه ریزی ویدیو همون استفاده میکنیم. حتی سریال 20 گیمز اونم توی اسلک برنامه ریزی شده بود. هر ویدیویی که ما میسازیم با کمک برنامه اسلک. هر جور برنامه ریزی که دارید برای کارتون، برای بیزنستون، برای درس خوندنتون از اسلک میتونید استفاده کنید چون بسیار برای برنامه ریزی مناسبه. ادامه بدین، تسلیم تازه نشین. ما قراره $100,000 بدیم به 10 نفر که از طریق لینک ما وارد برنامه اسلک بشن. با این کیوآری که اینجاست میتونید وارد سایتشون بشید و شانس بردن $10,000 داشته باشید. آفرین، تو میتونی، من خوب پیش میرم. بد خورد. ای وای. اوکی، انگار تموم شد. تبریکات ویژه تو میری ادامه. آره. خب شما دوتا حاضرید؟ البته هنوز باید یه کاپیتان انتخاب بشه. من با کنزلی تو تیم آبی بودم. اونجا کاپیتان تیممون بود. اومد دستمو باز کرد و من از پل رد کرد. پس به نظرم خیلی کنزلی. خب، کنزلی کاپیتانه. کنزلی در برابر ابی. خب چه بازی بکنیم به کنزلی؟ نظرم انتخاب راحتیه. من میگم استقامتو بریم. شروع کنید. خب رفتن تو کاری. قشنگ متمرکزن، هیچی نمیگن. خب ابی داره ریسک دستش میاد. یعنی جایگاه 4 برای بازی آخر گیره کی میاد؟ اوه نزدیک بود بیافته. کنزلی آخرین فرصته. از دستش ندی. بلند شو بلند شو. وای برنده شدی، به 4 نفر برتر خوش اومدی. بریم سراغ تله آخر. چشم بنداتونو بردارید. اینجا چه خبره؟ به آخرین تله خوش اومدید. یکی از شما قراره این جایزه $100,000 رو ببره، اونم جلوی چشم میلیون ها نفر. من اصلا زبونم بند اومده دادم. آخرین تله روند ساده ای داره. به هر کدوم از شما 3 قلب شیشه ای داده شده. شما به نوبت میایید پشت این توپ و به قلب شیشه ای هر کسی که دلتون خواست شلیک میکنید. وای نه. این دیگه ته کسی نمردی. که 3 تا قلبشو از دست بده از بازی حذف میشه. آخرین کسی که باقی بمونم برنده این جایزه $100,000. یا باید خودت بقیه رو حذف کنی یا بقیه حذفت میکنن. دقیقاً بودن یا نبودن. خیلی بده. خیلی هم دیگه رو دوست. واقعا این دوستمون شماره 61 به نظر من لیاقت بردن داره چون تو همه چالش ها هم عادلانه هم خوب عمل کرد و من واقعیتش فن این رفیقمونم و دوست دارم این ببره. میکنن دقیقاً بودن یا نبودن. خیلی بده. خیلی هم دیگه رو دوست داری. دوستتون دارم. ما تونستین برابرش. تامر اولین برنده دور قبلی بود. بنابراین اون اولین کسیه که میاد پشت این توپ و به قلب شیشه یه نفر شلیک میکنه. اینطوری همه نقشه‌ام خراب شد. من فقط میخواستم بیام خوش بگذرونم اما حالا باید بقیه رو میخوای ناراحت. با چه استراتژی پیش بری؟ به نظرم فقط باید بریم هم دیگه رو قتل عام کنیم. آدم خوبه، داستان میخواد همه رو آره، قتل عام اشاره کنه. دیگه ای قشنگ نداره. گفت قتل عام. کنزلی اگه یکی از قلباتو بشکنه بهش دیسبک میدی؟ مطمئن باش این کارو میکنم. نشونه گیریم حرف نداره. کجا میدونی؟ چون میرم شکار. اونم شبیه اسلحه شکاریه. آها خدای من. وای توپ بارا تو کاره. عجب میتونی حرکتش بدی. بچه شما هم درست دقت کنید که کار با تو باید بگید. انگار تا آخر بردش سمت راست. کنزلی نظرت چیه؟ نه ببر اون طرف، سرشو بچرخون اون. باید کنزلی رو حذف کنم. اون یه شکارچیه. چرا باید نگهش دارم؟ اون برام مثل تهدید. هی گوش کن تامر، من اونقدرم تیراندازی خوبی نیستم. اون اسلحه خیلی هم شبیه اسلحه شکاری نیست. احتمالاً خطا میزنم. من تو دور قبلی بهت رای دادم کاپیتان شی. من کمکت کردم که اینجایی. نه این کارو نکن. وای قلبشو شکست. وای خدا جون. وای یه تیر شلیک شد و یه قلب شکست. مجبور بودی این کارو بکنی. بیلی نوبت توه. الان دیگه خیلی میترسم. رسما یه گوشه گیر افتادم. نه فقط به خاطر اینکه ته خطم، چون الان یه قلب کمتر این دارم. توپ خدمت شما. میتونی بیاریش این طرف سمت تامر. میتونی ببریش اون طرف سمت جوزف و کنزلی. خب تامر چرا نباید تو رو بزنم؟ چون من دوست دارم. آره منطقی بود. جوزف راستش بهم برخورد. چرا اسم منو آوردی؟ چون به نقشمون پایبند نبود. نقشش این بود که همه بریزیم سر تو. جدی میگی؟ راست میگه. این فقط یه بازی، ازم ناراحت نشو. نظرت چیه؟ فقط میتونم بگم من مرد و مردونه پای حرفم میمونم.
بدون معطلی داره میکشتش سمت رفت. به نظر میاد رو جوزف قفل کرده. انگار داره میره سمت تومر. یه خیال بیلی لازم نیست این کارو بکنی. رفت رو جوزف. ای وای خطا جوزف زد. نشونه گرفت ولی خطا زد. بعضی فقط ادعا دارن. من زیر آخرین قلب جوزف نشونه گرفتم. در واقع میخواستم زمین رو بین بزنم. خودمون بمونه. خطا زدی دیگه. میخواستی بزنیش نشد. آره. اوکی فقط خواستم مطمئن شم. بازی داره به جای خوبش میرسه. حالا نوبت قهرمانمونه. مردی که هیچ کس نمیتونه ذهنشو بخونه. جوزف. کسی حرفی نداره؟ این دیالوگ خیلی شیطانی بود. من به شلیک نکردم. یا تیرت خطا رفت؟ جوزف میخواد انتقام بگیره؟ زدی تو هدف. میدونستم. جوزف خواست از بیلی انتقام بگیره. خوشش نیومد اسمشو گفتم. تامر بزرگترین تهدیده و حالا قصر دارم. مجبور شم به جوزف شلیک کنم. نمیخوام بهش خیانت کنم. ببینم چی کار میکنی کینزی. حسابشو برس. خب بزنیم. اوه داره تکونش میده. دوست دارم زودتر حرفاشو بشنوم. راستش این یکی خیلی برام دردناکه ولی باید تصمیم منطقی تری بگیرم و این دفعه میخوام تو رو نشونه بگیرم. متاسفم جوزف. قشنگ میخواد قلبشو هدشات کنه. یکی از قلبای جوزف پرید. تا اینجا همه به جز تامر یکی از قلباشونو از دست داده. راستش به نظرم تصمیمش خیلی منطقی نبود. الان تامر میاد هممونو به فنا میده. بریم دور دوم. امیدوارم درکم کنی رفیق. بالاخره یه جوری باید هوای خودمو داشته باشم. بیلی بیا پایین. سلام جوزف. مرسی که قلب منو زدی. اسم میکنم قراره لطفمو جبران کنی. تامر هدف منطقی تریه. وقتی من برم بیرون دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. اون تنها کسیه که هنوز 3 تا قلب داره مگه نه؟ اون شلیکشو کرد و دوباره تیرشو هدر داد. میخواستن حذفش کنن ولی الان نوبتشه. صبر کن ببینم داری کیو نشونه میگیری. به نظر میاد سمت تامر باشه. فکر نکنم از پسش بر بیاد. وای زد. حالا دیگه انتظار همه نداشت یکی از بخور. قلباشونو از دست دادن و کینزلی هم رفته سراغ قلب آخر جوزف. حس میکنم این دفعه دیگه میخوره. خب بسام بریم. ای وای بپا کمونه کرد. نزدیک بود فیلم بردارمو بکشی. گفتیم قلبا رو بزن نه آقای فیلم بردارو. آیا تامر کسیه که قلب آخر جوزفو میزنه و حذفش میکنه؟ جوزف نمیخوای چیزی بگی؟ فقط انجامش بده. فقط انجامش بده. جوزف شما متاسفانه حذف شدی. خوش گذشت. نه شما قرار نیست که اینجوری بری بیرون. لطفاً وسط قفس وایسا. بچه زرنگیه. بندازینش. آره اینجوری بهتره. خیلی خوب بیلی نوبت توه. ببین بیلی این مهمترین شلیک زندگیته. ولی قبل از اینکه شلیکو انجام بدی بچه میخواید این شکلاتای فیستبلز جدیدمون امتحان کنی؟ مجد بهشون بده. یکی خدمت شما اینم واسه تو. برای سالها شما از ما میخواستید که شکلات کاراملی بریم بیرون. بالاخره درخواستاتون جواب داده شد و اینم از شکل کاراملی جدید مستر بیست. عجب چیزیه. خیلی خوشمزه ما یه است. نظرسنجی گذاشتیم که چه طعم جدیدی رو اضافه کنیم و 250,000 نفر گفتن کارامل. خدای خوشمزه است. خودتون ببینید. خیلی خوب بریم ادامه. نه بیلی این کارو نکن. اگه بیای منو حذف کنی بعدش تامر توی یه چشم هم زدن تو رو حذف میکنه. ترجیح میدی با من بچه بهتون گفتم. حالا نمیدونم تو ویدیوهایی که گرفتیم گفتم ولی نمیدونم کدوم منتشر شده تا این لحظه کدوم نشده. ما یالم از این شکلات فیستبلزای مستر بیست براتون آوردیم و قراره به زودی برنامه‌ای بچینیم قرعه کشی کنیم و بهتون بدیم. منتظر اعلام خبرش به زودی باشید. گذاشتیم که چه طعم جدیدی رو اضافه کنیم و 250,000 نفر گفتن کارامل. خدای خوشمزه است. خودتون ببینید. خیلی خوب بریم ادامه. نه بیلی این کارو نکن. اگه بیای منو حذف کنی بعدش تامر توی یه چشم هم زدن تو رو حذف میکنه. ترجیح میدی با من رقابت کنی یا اون؟ من تو رو الان به جایی که هستی رسوندم. یعنی رسما با دستای خودم کشیدمت بالا. گرفتمت. میدونم. بیلی بی خیال. بیلی یکم بیشتر فکر کن. موهامو قرمز میکنم فقط به خاطر تو. ای
ای وای خطا زد ویدیوش بیاد بیرون آبرو برام نمیاد. این چرا هی خطا میزنه؟ خدایی خیلی زایه بود. خب حالا توپ رسید به ایشون. فقط رو تیراندازی داغون بیلی حساب کردم. تنها دلیلم همینه. یه رقابت $100,000. چرا اینقدر استرس میدی؟ تک شلیکا مهمه. دستام داره میلرزه. وای تامر نوبت تو. نمیخوای نگاه کنی؟ نجات بده داداش نجات بده. ترسیده که حتی نگاه هم نمیخواد بکنه. وای زد قلبشو خورد کرد. ای وای من. باریکلا بابا داره میترکونه. $100,000 به خاطر تیراندازی داغونه. در ابتدای این ویدیو 100 شرکت کننده وجود داشتن. شما 3 نفر برترید و هر آن امکان داره که از بازی خارج بشید. بیلی تصمیم با خودته، ولی فقط میخوام بگم حس میکنم رقابت تک به تک با تامر ایده خیلی خوبی نباشه، مگه نه؟ وای خیلی سخته. تو این مرحله باید کاری که لازمه رو بکنی. آره آفرین. لیلی اگه به اون شلیک کنی ریشمو به اندازه لباسی که تنمه قرمز میکنه. مطمئن شو تصمیمی که میگیری از ته دلت باشه. داداش این اومده پول ببره نیومده ریش قرمزی ببینی. پس میگم خانومم ریشمو رنگ کنه. کلن تو کلماس دختری. گل کاشته. تو هم جان بزن. زود باش بزن. وای دومین قلبشم شکستی. اینجوری که سرشو نشون داد معلومه عصبانیه. ای وای اینجا دیگه فیناله. باید کاریو بکنم که به نفهمه. وای داداش خطا زد؟ آره خطا زد. حذف نشدی. بیلی حالا فقط باید تامر رو نشونه بگیری، بعدش هم من تامر رو میزنم باشه؟ آه جدی؟ بی خیال بیلی به حرفش گوش نده. لعنتی. اولین شلیک موفقت بود. ببخش تامر. متاسفم تامر، راستش به نظرم کارت تو این بازی حرف نداشت. تو واقعا گل کاشتی. از آشنایی باهات خوشحالم. شرمندم تامر، واقعا متاسفم. میدونی چقدر دوستت. اگه وصیتی داری وقتشه. امیدوارم همیشه اشغال برا باشه. بندازینش. ای وای هنوز داره سقوط میکنه. بیلی با 2 قلب باقی مونده و کنزلی با 1 قلب. شلیک بعدی هم با کنزلیه. دوست دارم بیلی. منم دوستت دارم. درک میکنم، بالاخره بازیه دیگه. باش لااقل این دختره ببره. زد تو قلبش. الان دیگه مساوی شده. حالا شد. حال دلت چطوره؟ داره از جاش کنده میشه. 1 قلب دیگه مونده. عجب مسابقه ای شد. خودمونیم ما. الان فقط میخوام یه فرصت دیگه داشته باشم. آیا این آخرین شلیکه؟ میدونی که دوستت دارم بیلی، ولی اگه اینو خطا بزنی من قلب تو میزنم. این شلیک مشخص میکنه که آیا بیلی میتونه این جایزه $100,000 رو ببره؟ موفق باشی کینزلی. حتی نمیتونه بهت نگاه کنه. ترینش هم مونده. تمومه. موفق شد. برنده شد. ازت تو هدف بازی رو بود. این جایزه چرا دست منه مال توی؟ تبریکات. آخ صداش بلنده. قهرمان. بالاخره تیرم خورد به هدف. قبل از این که بندازیمت حرفی نداری؟ بهت افتخار میکنم بیلی، لیاقتشو داری. بندازینه. ایوای وای مامانم تو بردی. بچه ها سابسکرایب گردتون نره. میبینمتون. خدا جون. قش نکنی. نه قول میدم قش نکنم. خوبم ردیف. خب خدا رو شکر. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.